غیر رسمی سرد حکومت میکنه. ایره دمی تاریختان بازنشته کنین بگین یک طایفه به نام اوغان آمد مخالفت با تمام کره زمین داشت. خب مگم دی سرزمین 4 سال غیر رسمی حکومت کرد. 4 سالشه من میگم که می فعلا جریان داره. این طرف بچه پشتون بچه افغان میخزه میگه لر او بر یا افغان تا اتاک گرفته نیستم. میگه طالبش هم میگه تا اتاک میگیرم، کمونیستش هم میگه تا اتاک میگیرم، دموکراتش هم میگه تا اتاک میگیرم، خلقیش هم میگه تا اتاک میگیرم، شاخیلش هم میگه تا اتاک میگیرم. از ما چی میگه؟ من از آن نقطه دور ایرون آمدم، یعنی پنشیر. تاجیک خسته که ما را دو مزنین. او برادرقن اگر شما لندغر نباشین با لندغر گفتن خفه نمیشن، آزرده نمیشن. اخلاق داری، مگر به اخلاق استم، مگر بد اخلاق استم، مگر چتی زبان استم، تو لطف بک یک دانه تا برای من نشان بده که بیا دو نزنه. یک دانه با سوادت که دو نزنین بیاین گپ بزنین. مشکل تو با پشتون است، در لایف ممی مرا دو میزنی. باز میگم من با پشتون دشمنی دارم. با بچه دشمنی یک کسی بگه دشمنی دارم که حداقل در جغرافیا باشه. دشمنی یک کسی بگه من دشمنی دارم که حداقل در وطن باشه. چو به دکونتان زد، نامتان کشمش ماند، خانه و جایداد و قصر و زندگی و کل چیز تا گرفته بر اسکر خود چی جور کرده. چی میگه در حساب نظامی که 4 تا اسکر رو میجه میشینن در پیره پوسته جایداد زندگی تا بر خود پوسته جور کرده. آمده من دشمنی که پشتون دارم. گو خوردی لوده بی عقل. دشمنی داره. پشتون دیگه قدر به مضمون مونده، پشتون قدر دیگه بیچاره مونده که تو کدی گوی خود دشمنی کنه. اونمو قصه شد ما مارا کجا میریم. ما مارا کجا میریم. دیگه مردمایی که از محبت و همدیگر پذیری و صلح و صفا و صمیمیت که گپ میزنین چی میکنین در لایف میبینین؟ اینجا لایف محبت است، اینجا لایف صلح است، اینجا لایف صمیمیت است، اینجا لایف اخوت برادری است. ما را خیال کدام دعوتگر کردین، ما کدام قاری سم اینجا، ما براتون کدام مولوی معلوم میشم، ما براتون کدام دعوتگر معلوم میشم. یعنی سورایی که در نماز خوانده میشه غیر از این ولی اگه دوم چیز ما یاد داشته باشم. شما اینجا کلتون فکر میکنین ما کدام قاری سم اینجا برازی آمده که ما دعوت کنم. اینجا و رقمی نیست، لایف تریشل است. یعنی کسی که سرم خوش بیا بش میکنم خلاص. گناه داره در قبر ما هیچ کس خو نمیشه. هیچ کس در قبر ما خو نمیشه. اینجا او آهنگ و نفرک وره ما با تویم کابل، ما با تویم، ما با تویم غزنی، ما با تویم، ما با تویم فلان. هیچ کدامت نیستم. هیچ. یعنی کسی که افغان نبوده دی لایف چی گو میخورین که من هدفم از افغان است که حالا بازگان تا نگه تو متاسب استی خواست باستی که اینمی رقم پیش رفتیم بخید سر زبانم ششته. من به صفت یک برادر تاجیکت برایت نیگه پا میزنم. از اون طرف یک سعید خود ما پیدا شده. من یک برادر ساداتت هستم. میت نیستیم برادر چیستیم؟ یعنی می از افغان که اون طرف رفتی برادر نیستی کدمه. اگر حساب مسلمانی باشه من امل در کشور عربی زندگی میکنم. کل عرب است، کل که مسلمان است. با قرآن که موتر دیم اگر یک نفر ورداره سر سرک مسلمان هم هستم. در پاسپورت من کلان نشته است که از کدام کشور هستم. در تذکریم نشته است دین اسلام. خدا راستی موتر که سر لاشم تیر شو اگر یک دانه رب بگه که خیر است برای خاطر رضای خدا تو رو تا شب خانه را میبرم. برادر چیستیم ما و شما؟ برادر چیستیم؟ ما برادر هستیم. از اینمی افغان که تیر شدی، از اینمی افغان که تیر شدی، خدا و راستی که از مجرتی بمورم از دختر نمیگیرم. یک و خلاص. یک نفر در زیر لایف است داد سبر شو بر ما زن بگی زن بگی زن بگی زن بگی. خدا و راستی نه که بیخی نمود تو مجرد آمده می نمود تو مجرد میرم. زن من نیست. این رقم نسله که من سعی میکنم از این زن بگیرم. یکیش میگه ما افغان نیستم، دیگهش میگه ما خراسان جور میکنم، دیگهش میگه ما پشتون از این سرزمین میکشیم، دیگهش میگه که ما دشمنی کدی پشتون داریم. اینمی هر کسی که کدی پشتون دشمنی کد سر خورد ما چرا
دمی تاریخ برو تاریخ بخوان، امی هر تاریخ را که میخوانم اگر انگلیس نشته کرده، اگر عرب نشته کرده، اگر عجم نشته کرده، اگر کفر نشته کرده، اگر مسلمان نشته کرده، امی هر تاریخ خواندم دو تاریخ نشته است که کدی پشتون سر جنگ کردن کنه کدی سیم خاردار پاک کردن. اینی رقم یک مانا داره. مکتب است دختر ما بسته است، وطن در وطن ما طالب آمده، مشکلات مکتب ما بسته ماندن مکتب دختراست. کلابی میگه من افغان نیستم مکتب بسته است. او برادر قند، او خوار قند، مکتب از تو بسته نیست. تو میگی من افغان نیستم. در تمام کره زمین گفته که مکاتب دخترای افغانستان بسته است، مکاتب دخترای افغان بسته است. تو شینگری را چی غرض به مکتب؟ تو کلابی را چی غرض به مکتب؟ برو اینجوری توی تهرون، برو توی اصفهان، توی تهرون مدرسه‌شون بازه، یا میتونین اونجا درستون رو بخونید. اینجا توی افغانستان چی گو میخورید؟ که شما باید این رقم گپ بزنید. شما خود از زبان دری و از زبان پشتو خود نمیفهمین. که شما داداش ماداش یواش یواش اینجوری اونجوری تهرونی که شما مجبور گپ بزنیم. مکتب از ما بسته، کلابی غم ما رو میخوره. تو سر پیاز، تو کنی پیاز. گفته از بچه لغمانی که قسم به خدا که در قانون پشتو برابر خدا نکنی که وچ کلک پشتو یاد نگیرید دی ماجر استی در آزام برید دوازه است از هر طرفی که میری برای سادات من سید من زبان ما دریست. از پنشیر میخواد یک شاعر محترم میره در ایران پیش از او سعید، پیش از او خامنه ای. من از آن نقطه دور ایران آمدم، یعنی پنشیر. این طرف بچه پشتون بچه افغان میخواد میگه لر او بر یا افغان تا اتاک گرفته نیستم. میگه طالبش هم میگه تا اتاک میگیرم، کمونیستش هم میگه تا اتاک میگیرم، دموکراتش هم میگه تا اتاک میگیرم، خلقیش هم میگه تا اتاک میگیرم، شاخیلش هم میگه تا اتاک میگیرم. از ما چی میگه؟ من از آن نقطه دور ایران آمدم، یعنی پنشیر. شعری که من برایت میگم خدا کنه که شایسته دربارتان باشه جناب آقا صاحب. جناب آقا صاحب میگه سلام به تمام، سلام به رهبر تمام فارسی زبانان جهان. تو باز یک سعید مرا گرفتی رهبر تمام فارسی زبانان جهان جور کردی. اجازه ما که نباشه یک تا نمیمونم که فارسی گپ بزنین اگر گپ سر قوم باشه. زبان اصلی من عربی است که زبان خود ازت بگیرم یک بیخی گنگه مجبور رقمی مجبور تشنک شای برنانت بگیری رقمی او بیار که بخورم. کلش عربی است از یک سر. الفبا که بگیرم یک تکه در تیله مجبور را برین در اشاره. زبان ما زبان دوم اسلام است. اولش تو خوب احترام داری که بازارکن دومش چسبیدی. اولشه. دی طرف یک خواهمی درخواست گیم تو سعی تو اینجا برمو. زبان اول اسلام ما خوب یاد داری، تو خوب احترام داری که زبان قرآن از زبانی که رسول اکرم با خداوند گپ میزده ایره خوب احترام داری که باز ما بیاییم زبان دومش قبول کنیم. زبان من پارسی است. در یک جای زردک میگه در این زبان، در یک جای هویچ میگه، در یک جای ترنبل. ایران میمانیم که چی رقم فارسی است. یک زردک در 3 کشور 3 رقم نام داره. سیب زمینی رسه کو، کچالو رسه کو، سیب آسمانی رسه کو. تاجیکستان کچالو رسه سیب آسمانی میگه، ایران سیب زمینی میگه، افغانستان کچالو میگه. این چی رقم فارسی است؟ سیب زمینی و سیب آسمانی. هویچ باز میگه من که در ایران برم ترجمان ضرورت ندارم. تو در ایران زردک کار داشته باشی تو برو بگو زردک بته. پاچایت آدم سامان، ساسان، کوشان، ایرج، نسل ایرج. یکی دیگه شما ما تاجیک نیستیم، ما نسل ایرج هستیم. از تاجیک ایرج چی؟ در این سرزمین که زنده میکنین صاف سوتره است. مش اکثریت هم بمانی، از مش زور قدرت او پاور هم بمانی. سم سیده انسان غوندی، دیو انسان دیو سړی زمون غوندي په دغه اسلامي لار ځان برابر کوي. یو زموږ اکثریت هم بمنئ کنه تاسو ټول موږ ته مچ یاست. سر د خلاص اوس موضوع
کنه که بیا تکرار یکم درته. اینم یک پشتو گپ زدنم اتم است. اینم یال ما یک اتم فایل کردم نمیفهم در کجا خورد. ما که 100 که پشتو گپ بزنم نیم دقیقه که ما پشتو گپ بزنم اینم سراس که در دیوالا میخوره که او با لیاز قرآن ای چرا پشتو گپ میزنم. یک چند تا دیگه شماده بود تو برادر تاجیک ماستی تو چرا پشتو گپ میزنی بیخی یک نمی مانده بود که من تاجیک شوم که کدام افغان گیر ما کنه کلکونی وری از اگلنگ ویزانه ما کنه که تو تاجیک هستی هر چی که برای تا که برای بگیم ثبوت کنیم که ما تاجیک تا تذکره رو بکشیم یک وقت سعی کنی که دور از اویزان کدن تیر میشه. تذکره در دستت مانده سرچپا تذکره در دستت مانده بازور یک نفر میایو بدر اینه چرا ادام کردی کریش هست که مسکین در دست تذکره یک در دست می رقمی خشک مانده باشه او وقت در سر خود ده که وقت رفت حال برو دفنش کو کس بیا بیشتر شیم. شما خوب شمشیر زدن که من بیایم تاجیک شمشیر بزنم کدت. یک خراسان میگیرین یک جبهه مقاومت نام جبهه خدا یا یاد دادم جبهه مقاومت ضد طالب جبهه ساختن یکی به نام مقاومت یکی به نام آزادی یکی به نام امی اندرابی به نام چی جبهه ساخته بود امی مسعود اندرابی جبهه چی ساخته بود راه نجات افغانستان یا آینده افغانستان نمی رقم چی جور کرده بود یا 20 دانه جبهه جور شده 20 دانه جبهه جور شده رئیس های جبهه در کجاست رئیس های جبهه در ترکیه در فرانسه در امریکا در تاجیکستان 4 سال متواتر است امروز میایم صبح میایم این ترامپ که اول شد اگر ما در 15 جنوری در کابل تا نشدیم هر چی که میگی بگو خب 15 جنوری هم تیر شد ترامپ هم برنده شد خیر است گپ میزنیم کدتان تو صبر بکو ما شما هستیم امی زمستان تیر شوه آش مردات سنگ منداختی داخل دیگ آلب ریگ جور میشد آش مردا دیر پخته میشه بکش دیگه سرچپا که یک چیز دیگه پرت پخته کو برنج پخته کو گوشت پخته کو یگان چیز دیگه او آش نیست کدام سیم چی را داده برات سیم بایسکل برات داده ولی اگه تا 200 سال او را پخته بزنی آش مردا دیر پخته میشه منتظر باش ان قریب وارد میشیم ام زمستان خلا شو باش سر کو برف است باش برفا شو ولی امسال گرمی زیاد شد سالا فایر نمیکنه باش تا باش بالا باش تا 4 سال غیر رسمی سر حکومت میکنه ایره دمی تاریختان بازنشته کنین بگین یک طایفه به نام افغان آمد مخالفت با تمام کره زمین داشت خب مگم دی سرزمین 4 سال غیر رسمی حکومت کرد 4 سالشه من میگم که می فعلا جریان داره کنتینیو ای که 5 سال میشه 6 سال میشه 7 سال 10 سال 15 سال ایره والله علم نه به ناموست غرض داره نه به قومت غرض داره نه به راهت نه به مسیرت نه به مذهبت نه به دینت نه به این یک چوب کلان است برتان صبر کنید دوست عزیز من جیم برآمدم به صفحه اسکرین من رقم اینمی که کدران منافق و غاصب و مفسد قوم و مذهب و جهاد و مقاومت 6 میلیون کشته دادیم آوارگی ما کشیدیم بدبختی ما کشیدیم 5 میلیون معلول ما آل در بدر آل فرزندان شما در غرب و اینا از اینا استفاده میشه باز به خاطر از اینکه با میخوان خراسان بسازن افغانستان عزیز میکنیم در افغانستان نسل کشی جریان داره یا نه میایسن مسافر 72 ساله شما عزیزان ما در افغانستان هیچ گونه نسل کشی از جانب امارت اسلامی علیه ملت مؤمن و زحمتکش صادق و وطن دوست هزاره در افغانستان جریان ندارم من چشم خودم میگم من هر 10 روز داخل افغانستان سفر میکنم به خاطر رسیدگی به آزره و اوغو بیراره من شعرم میسرایم بعضی وقتا که تو اعصاب مارم شه با شعر میسرایم
آزره و اوغو بیراره دشمن شورای نزاره. اندازه یک پکولم جای باشه ما در کنار مردم خود میستم ای وطن را ترک نمیکنم. چی رقم است؟ از شرم نمایتانه الکس، تایسن، ماکس، در پشت هر اکان قدوس، محمد فاروق، غلام نبی، دیگه اینی رقم آدم ها در پشت اکان است نام خودم ماکس. باز در پروفایل در بایو پروفایل خودم نشته کرده بورن امریکا، بورن یو اس ای. نه روباره حکومت میکنیم ما افغانا. ما پشتون نمیگم، ما ازبک هزاره و تاجک و سادات نمیگم، ما افغانا نه روباره حکومت میکنیم. هر رژیمی که بیاید، هر رژیمی که بیاید در هر افکار و ایدئولوژی که باشه، افغان در رأس قدرت باید باشه. ما افغان ها حکومت میکنیم. متوجه شدین که چی گفتم براتون؟ در این پان لایف سعی کنین. تو با تاجک ها چی مشکل داری؟ من با تاجک مشکل ندارم. تاجک با ذهن خود مشکل داره، تاجک با عقل خود مشکل داره، تاجک با قلب خود مشکل داره. ما کار کردیم که خواه از چشم از اینا پراندیم. خواه یا خو اقدر رسود هستن، اقدر رسود هستن. یک روز یک کسی به نام یاور خیست 24 ساعت عکس در پروفایل های خود ماندن که باش پشتونا رو زور بده. بعد از 25 سال ملنگشاه کدام نارنجک انداخته بین از اینو. ملنگشاه بود هر کسی که بود. پروفایل دو نفر از یک پروفایل چی خود ماندن، یک عکس در پروفایل خود مانده. این خوار زور دو میزنه، او خوار زور دو میزنه، این ناموس زور دو میزنه. عکس‌ها دو روز بود رفت پشت کار خود. درست بود عکس‌ها. زبان من پارسی، سرزمین نیاکان من خراسان است. بشنوه پشتونا، پشتونا بشنوه که دی وطن زبان فردوسی است و کشور فردوسی. کدام فردوسی؟ فردوسی رو بگال سلمانی بر دک مردم بیای مویای خود پیش جور کنه. فردوسی زبانش فردوسی است. دو دان از قندار در موترسیکل خیست من رقم آمد گفت دلتا سالی دلتا ده سالور سوا کسان دلتا ناس و چیشتا ناس و دوی. باز دیگهش میگه والا دلتا وکیلان ناس و دلتا طول وکیلان و ده افغانستان وکیلان و چیش کول دوی، چیشتا ناس و دوی دلتا. والا دوی دستی و دلتا بنده که کل پیکه برق مصرفیجی. تاسو نه پویگی کل پیکه چی برق مصرفیجی. یوی ما پریجی دلتا چی راسی کلتانه دواند. ما وطن آزاد میکنیم. امی وطن آزاد کده میتونه دوستای عزیز؟ صبر. افغان که خانش طفل به دنیا میه، خانه افغان، خانه پشتون که طفل به دنیا میه، ده گوش راستش آزان میته، ده گوش چپش میگه که ده افغانستان راتلون که امپراتور شرقلس، امپراتور آینده افغانستان خوش آمدی. امپراتور آینده افغانستان خوش آمدی. یک ذره کلان که شد قصای احمد چای عبدالی رو برش میکنن. از ما رسایی که شورسنتر کندرگیل بیترم خداوند پاک و مردراز جان جور بچگک بچه عزیزالله جان از امیش آمدیم در گوش آسان بالا سازم دادن در گوشش گفتم راجع به شورسنتر کندرگیل بیترم گیل تمام گیلتا دیگه بعد از پدر و مادر اگر چی پیش از پدر و مادر باید احترام و قدر اینمی شد پیش از پدر مادر باید احترام کندلگیلد نمیفهم که می چی است. کندلگیلد جاب سنتر
میگه تفلک باید بفهمه که پیش از احترام پدر و مادر جاب سنتره. کندلگرد جاب سنتر به خاطر $300 در گوش اولادتان اون رقم آزان میتین. باز افغانستان فتح میکنی کلان میشه. کد از اون میای افغانستان فتح میکنی بی غیرت طایفه. نیمتان نمیاله کیس انداخته نیمتان ای دیگه تنه. ما هم خوش هستیم که در افغانستان هموطن داشتیم. نه ای دیگه شسته که من گفتنی با آقایم دارم. آقایت کجاست؟ خارج امریکا. خارج است؟ خب چند سال شد از پیش اومد؟ سال چهارم میشه. سال چهارم میشه؟ آیره با نشر برسنی این مار کمتر بشیار خوش میشه. وزدی ها قرمز از میشه. وضعیت قرمز است؟ خب تعداد فامیلتون چند نفر است؟ 4 تا. خب نام پدرجان چی است؟ عبدالصبور. کاکا عبدالصبور. خب به خاطر چی رفته اوجا؟ گریز رفت. خب یعنی پدر که در گریز خود کشیده بچهش خبر نداره. 4 سال است که در خانه خود زنگ نزده. بچه پیام خود از طریق تیک تاک از طریق یوتیوب بر پدر میرسانه. نام از بچه چی بود؟ نام از بچه شایان بود، شهیر بود، چی بود؟ من بر از بچه گفتنی دارم که جان لالا، جان کاکا، پدرت در تیک تاک مبارز شده، یک پشت پدرت نگرد، می اینجا مردم دو میزنه. های خاندان پشتون، های خوار پشتون، های زن پشتون، های مادر پشتون. پدر دید شما یادش رفتین پدرت مبارز شده. پدرت اگر میخوای پیدا کنی یک اکانت جور کنی تیک تاک 100% پدرت پیدا میکنی. 100% پدرت پیدا میکنی. قوی ترین مبارز در تیک تاک میفهمی کی است؟ نظر به اینمی قوم با فرهنگ. انگشترم فخر رخ زده میرم سرطان. یه انگشتر زمرد است، زمرد پنشیر است که نقره و طلا. این هر دقیقه که قوی میکنم فکر میکنم تو قلبتان دکل که خود انداختیم یگان داره قلباش قلب یگان تاست. یعنی قلبتان سراخ کردیم تو دکل که خود انداختیم. این بسیار دیگه شوک داره. 100% ما از مو خاطرم دیگه کلیک خود مندازم. اگه چرا اگه نه دیدست خود انداختیم چرا دیدست تکان نمیخوره شور نمیخوره مزه نداره که از این بسیار مزه داره. ما هم خوش هستیم که اولاد کلان میکنیم. کندلگرد جاب سنتر بچه ام کلان کشیدی از پدر مادر کده به کندلگرد احترام کن. خوش آمست دیگهش میگم کاکا صبوره بگو که ما را اگر بخوایی که روزگار بسیار قرمز است. باز 80% تان نمیال من خبر دارم که کیس دارین که جان ما در خطر است. دختر جوانت، پیرت، مردت، زنت، نارینه و شزینت یعنی نمیال کیس انداختین که در افغانستان جان ما در خطر است. باز جانایتان که در خطر است فرض که امریکا می از کلت از یک سر میبره. این فرض که امریکا میه طیاره چارتر استارت میکنه میگم هر کسی که امریکا میره بالا شوین. خو وطن که از پیش طالب آزاد کنه شما خو میرین. یک دانه دیگه تانه در دایکندی بود مچم در کجا بود خدا بر از او یک دو دانه بچه داده بود. نام یک از او را مانده بود پوتین، نام دیگه از او را مانده بود ترامپ. قدم از او دوتا همه قدر بد بود، قدم از او همه قدر بدنیک بود، بدنیت بود. کمی نام یکش پوتین ما نام دیگه ش کمی ترامپ من طالب رسید خدایی ای آدم مال در دروازه میزنه که تذکرهای زیر چی رقم چنج کنم. کیسم برش بر آمده بود از امریکا که بچه را باید بکشه امریکا بکشه. او برای طالب تذکره خود نشان داده نمیتونست که بگه ترامپ راوړه دلته د وړکۍ ترامپ سره کار لرم دا بل چیش دی دا پوتین دواړه راوړه چې دلته یو کشتیکات جوړو پوتین د ترامپ سره جنګو چې کوم یو دغه کیږي زورور او طاقتور دی. او پوتین و ترامپ آل اردیشان دم گوشگک دم یک جای خود ششتن خمار پوتین نگو که شرایط دیگر رقم آمده. او زمانا خلاص شد که ما پوتین و ترامپ میگفتیم خدا خلاص شد. صدای تا نکشی سک میگه صدا که خود ترامپ و پوتین صدا نکن. او هم مثل از بچه که دیگه آوری کالای دمی افغانستان سودا گرفتین نه در دکان سودا گرفتن خود رفتین. یک رقم پلاستیکای رادار بود
فیروزه‌ای و سفید پلاستیکای رادار بود. یک وقت لباسای بارسلون و نمون رقم بود. خلطه پلاستیک قیچی کرده بود، تصمیه در سر شانه خود انداخته بود، در کدام جای بازی کرده بود، بازی گپ رفت، در فیسبوک ها رفت و بالاخره مشهور شد. یادم تا میسی یادم دید، حتی به میسی خود یادم رساند. تقلیدها شروع شد، یکی خود ترامپ ماند، یکی خود نام خود پوتین ماند، یکی خود نیکولای ماند نام خود ماکس نیکولای، دیگه مایکل، دیگه دایکوندی رونالدوی دایکوندی، میسی چک نسور، یک نامایی که خدا راستی بی بی سی من این ویدیو رو برپلی میکنم که از خنده تا صبح گردایت نکفی در چه میگه بگو. در یک منطقه افغانستان دایکوندی بود، نمیفهم کجا بود، خدا یک نفر دوگانه ای بچه داده بود. نام یک بچه خود ترامپ مانده بود، نام یک بچه خود یعنی شوروی دیگه چی نام داره، پوتین. نام یکش پوتین، نام یکش ترامپ. بازی رو برده بود، در ثبت اول نفوذ با اینمی نام‌ها ثبتم کرده بود. نام یکش ولادیمیر پوتین، نام دیگهش دونالد ترامپ. دونالد ترامپ ولد آتی باقر، نام خودش باقر. دونالد ترامپ ولد باقر، ولادیمیر پوتین ولد باقر. یگان طفلاست نه، یک کسی که نو زن میکنه باز مادر امی زنای قوم میره خانش میگه خدا ان قدمی از عروس نیک کنه، باز خانه از که اولاد میشه باز میگه خدا ان قدمی اولاد نیک کنه. نمیتو گپاس در قوم خیش ما شما در فرهنگ افغانی نمیدیم گپاس. این طفلا که خانه از نفر شده بود، قدم از این قدر بدبخت، تو قدم گویی، تو قدم بویناک، تو قدم پدر نلت که در تاریخ افغانستان رقم ای دوتا که تولد میشه و طالب میرسه. نه تذکرهای خود از ثبت نفوذ گرفته بود که طالب رسید. آل بر از پوتین که میگی نام چی است، میگه باقر. او بچه در تذکره دونالد ترامپ نشته است، تو چرا میگه چوب؟ ای رقم پشتو گپ میزنه که از ما و تو که قوی بسیار قوی پشتو گپ. اون دونالد ترامپ باقر است نامش. آره که بگی تذکره، میگه تذکره‌ام گم شد، من میگه تذکره ندارم اثر میگیرم. باز کاش که از تذکرهای کاغذی بود، تذکرهای برقی هم گرفته که در سیستم ثبت است و مکمل. هرچی جمهوریت گفته بوده بچه نکمی اولادار آیندهش خراب نکو. نه حالا تو اینجا رقم گپ میزنی که دلت است که از اینجا کدام تارکه خود کش کنی. شنگری خونه میمانومت هیچ بسیار بد رقم لایف آمده بودی تو اینجا آمده بودی دانه پرتی و ببری یک رکد خود. 200 دفعه گفتی من تاجک هستم، پشتون دوست دارم، یک نفر متوجه بودم، یک نفر رپلی نداد. زارت کفید این حال که میتود کدیم سفر لایک کده میری. چقدر دختر خوب شدی ده دیگه بشه میشه سفر لایک کده برو تا خدا تو بیت قبول کنه. الکس مایکل دیگه چی؟ الکس مایکل همون نامای خارجی چی نام بود؟ دو سایزی چندن؟ تایسن الکس مایکل جان دیگه اینی رقم ناماست. این خارجی ها سرطان خنده نکنه. آفرین. کال تام ما پشتونا را از این مملکت میخوایم بکشیم. پشتونا میرخم کشیدن بشه که بیای خوار مادر گفته دو بزنی. تاجکای محترم خوب بشنوین. با الله قسم است اگر که تان ما مشکل داشته باشم، با الله قسم، اما در صفحات مجازی خصوصا در تیک تاک مبارزینتان هم برتان نام میگیرم، خفه نشین. میراغای سالنگ، نجیب برود، الپاچینو، منای دمبره، سید دمبره آقا، ای 5. من از آن نقطه دور ایران آمدم، یعنی پنشیر اونو. اینی مبارزینتان از داخل سوشل میدیا. وطنه که از اینا میخواین آزاد کنیم.
ای سرم ده فلانت ای لنگم ده فلانت ای سر ده فلانت ای لنگم ده فلانت ای سر ده فلانت ای لنگم ده فلانت. اینمی او بچه اگر دو جای را میگرفت نه، اگر دو زدن جای را میگرفت، گفته از نفر ما دو زدن باید تیک تاک بر ما کپ میداد. هر قدر که چتیات گفتیم دی سوشال میدیا، هر قدر که دو زدیم اونمون قدر مردمای خوب از ما فاصله گرفت، اونمون قدر مردمای با عزت و با ادب و با اخلاق و با سواد از ما فاصله گرفت. تو میایید از زیر لایف شبانه میلیار والا فرهنگ عرب ما قبول نداریم. من میگم خدا میدونی چی گپ است که کدام گپ ما سر از بد خورده، کدام چیز اضافه ما گفتیم که فرهنگ عرب دوست نداره، چوب ادبی ما رو میزنه که ما سادات هستیم عرب هستیم، کدام گپ ما بدش. والا امین نکاح در فرهنگ ما نیست، نکاح فرهنگ عرب است. علای دمی انمی رو ما قبول نداریم. کسی بر تو زر کده که نکاح کن بیا از خود دختر کریسمسی سی دیگه رحیم مهریار و دیگر دم گوشه مشه گیر کده یک ماچ کده شه باز گفته دیگه شه باز شوک آمدیم گپ میزنیم. اون دم ماچ تولد شدی، تو اولاد ماچ هستی، تو هیچ سر تو زحمت کشیده نشده، تو دم ماچ پیدا شدی. این حال میاد تیک تاک اونو مبارز است. فرهنگ ما میگه اتوسه است، برای اتوسه اینا و بلیاز قرآن تاریخ اتوسه رو برین سعی کنین. قوم چراغ گلک که میگه نمی اتوسه رو میگه اولاد پیش از نکاح. مبارز یعنی مبارز در طول 3 سال مبارزشان چی است؟ اوغان یک روز هیچ یادم نمیره در لایف شبانه میلیار بود، نمیفهم در لایف کی بود، یک نفر درخواست داد گفته بیادر همه گپا را که میزنیم کجا را میگیره، تا چی وقت این رقم گپا را بزنیم. گفتم ما که بسته کو اگر یک کلمه گپ زدی تایت مندازم. او گفت برادر قنچه را ما گفت نه تو چی کار هستی که سر مبارز ما انتقاد میکنی؟ هر کسی که سر شبانه میلیار انتقاد میکنه حداقل باید 5 ماه تا 6 ماه را گفت چی داشته باشه، سابقه کاری دی تیک تاک داشته باشه. نفر میگه من سابقه کاری خود نشان میدم، میگه بگو در یک ویدیو نشان بده که تو یک 5 ماه مبارزه کردی. میگه برو ویدیو مرسه کو ما 2 سال پیش پشتونه داو میزدم خوار مادر گفته. میگه اوه گفت خواهی ایره بانن، گفت اگیره بانن ایره گفت بانن چی هست خوب است. ای گفت 2 سال پشتون خوار مادر گفته دو زده ای سابقه کاری داره. مبارز از اینا مبارزه بر از اینا میفهمی چی است؟ هر کسی که پشتون زیاد دو زد اون مبارز است. سعی که نفره که میت کردیم چی رقم لایک کده میره خدا راستی دوست ما رقم لایک نمیکنه که تو لایک کده رئیسی. نه یا کلش نشانه محبت است و کس سرت بریک نمیگیره، اینمی خودش نشانه محبت است. این رقم لایک که تو میکنی اینم 123 نفر 2 سال است که دی لایف 6 رقم لایک نمیکنه که تو بعد از میوت کردن لایک میکنی. هیچ کوشش نکو به هیچ صورت هیچ کوشش نکو از این دامکانشان برای او تاریخات تیر شد و زمانات تیر شد که ما بیایم. خوش آمدین دوستای عزیز، بانی محترم، بانی ای او زیت محترم، بفرمایین بانی محترم کلیک بچه ها را تا پرتم شما پانشین که احیانا در جریان گپای ای خانم محترم شما مزاحمت نکنین. شما برین پان که ما لحظات چند را با این بانوی محترم گپ بزنم. او روزات شد، حالا فقط سفر لایک دختر باز دیگه هم ازم میده. خوش آمدی، انشالله که توهین نکنی. اگر واصل شوی اسلام الدین عزیز، پیش از اینکه در لایف مین مک تکنیک براتون یاد میتم. خب پیش از اینکه لایف مین سعی کنین کمی این قسمت تلفنتان اینجا ببینین که در وای فای کی وصل است. اگر آنتن فول بود یعنی در وای فای خودتان وصل است. اگر یک خانه بود در وای فای کدام دکان یا
تانگتل یا مکدونالدز در اونجا وصل است، از وای فای فاصله گرفتی و اگر برگر خوردن هم میری اینترنت نداری، میری یک برگر میخوری که در لایف ما بیای بالا یک چند دقیقه دو بزنی، در این مکدونالدز که داخل میشی در بغل داخل اونجا که پیسه حساب میکنی دی دست راست دی چوکی بشی، وای فای در بالای سرت است، نزدیک به وای فای بشی، بیا بالا میارم تا دو تا دی پس تاشو در این وای فای خود کانکت میکنی، اونجا میری سفارش فقط چی $1 $1 را چپس میخری، اما قمه کنی که در لایف وصل شوی دو بزنی. قوی ترین دوره پیسه داری تان ما میفهمم، قوی ترین دوره پیسه داری تان کدام وقت است؟ روزی که سوسیال میه کرای خانه را میتین، قرضی ها را خلاص میکنین، بل برق و تا و بالا و بگیر نمان خلاص میکنین. قوی ترین روزی که شما پیسه دار هستین از روزی که سوسیال میگیرین تا 3 روز بعدشه، تا 3 روز بعدشه که دمی لایف میان که سیگرت پشت سیگرت، که سیگرت پشت سیگرت. امی 3 روز که از اینمی گپ تیر شد، از اینمی سوسیال که 3 روز تیر شد، شاید سیگرت نداری، باز بخیر همی چی که آمد نامشم نمیگه که بد است، باز همی خودت میفهمی دیگه، باز که آمد چی میکنه ما شما. خدایا رد شو، فقط داریم یک دانه بازورم که میزنه خاندان تا تو این پیسه باز در لایف میاد سیگرت نشان میده، تو همین پیسه سیگرت مرا نداری، باز از اون طرف دیگه این رقمی میکنه چوب که بیابت میکنه چوب دیگه این رقمی باز نمیشناسی مرا، یک دانه سیگرت، یک دانه سیگرت تو 4 سوار پرایی میزنین، سرش یک نفر میکنه تا خانه دور میخوره، تا دی میرسه خاموش میشه دیگه. اونم دم اول اگر چیزی را زد اگر نزد در دفعه دوم به قرآن اگر فیلترش دی در سرکای جرمنی پشت نفر میرن که چی وقت این پیپسی خود اعلام میکنه یا بیر خود اعلام میکنه، او دم زمین جانی میگه در یک جای شیشته بودم روزای اول میگه او برنامه سیاسی و قرار نبود، ما خروپا رو ندیدیم، ما نادیده هستیم و مردم هر چی که بگه قبول نکنیم. جانی بود نمیفهم کی بود، میگه در یک جای شیشته بودم نمیفهم، منتظر موتر بوس بوده، منتظر ترین بوده، منتظر هر چیزی که بوده دیگه. مگه شیشتم در یک قوطی در دستم است، قوطی ریدبول، مگه ریدبول خورده میرم یک وقت میبینم در پشت سرم یک نفر ساز پلاستیکک شده دستش. گفت ما اکثر کمک زره ترسیدم، گفتم یادم کدام مخالف نباشه، کدام گپ مپ نزنه، کدام ویدیو ما رو نگیره، خود طرف خود سعی میکنم، خود دست انرژی است، کدام چیزی بعدم خونه است، کدام کارم نکدی. مگه شیشته از آخر سعی کردم، گفتم لالا خیرت است، گفت منتظر هستم که انرژیت خراب شه، قوطی کار دارم. خیر است امر کوب کم مگه نکم تو سلامت بده که دستگاه قبول کنه. یعنی نم قوطی انرژی تا نم قوطی نوشابه که پچک کنی، فکر کو در روزی نیم مردم اروپا لغت زدی، نیم از مردم روزیش لغت زدی. باز در تیک تاک من کو ما این رقم هستم که ما اون رقم هستم، که ما شوله هستم که ما پول هستم. خفه نشین دوستای عزیز، خفه نشین. امی کسی که در اروپا موترش 300 یوروست یا 400 یورو، ما خبر شدیم که در اروپا موترهای 500 یورویی هم است. اونو کسایی که موتر 500 یورو داره و در تیک تاک من خود اعلام میکنه با پیرتان سلام، شما وطن هم آزاد کرده میتونین، شما را زور پدرتان زور مرا بخی تیر کرده، شما بس نمیکنم. چند سال از اروپا است؟ 13 سال. تو این موتر تک نشان بده، موتر نشان بده از اونم موترایی که پیش مستری میبریش، میگه نمیره موبایلش تبدیل که یا ماشینش تبدیل که مستری پیش از یک طرف موتر چک کنه، پلیس زنگ میزنه، میگه ما آدم میره که میگفتی نگیرش کردم بیا که سر 300 یورو اب سے ابد برد بتکی موتر چطور میگردانی؟ ایره از کی خریدی؟ موتری که کیسش از قتلم کده بالاتر است، اون از اون موترها میگردانند اروپا. باز میان در تیک تاک یک رقم خود اعلام میکنن، که بیخی بی حد بی اندازه. خب وطن هم آزاد میکنه، پشتونا رو نمینا میکشه، یا پشتونا رو در کوی سلیمان رای میکنه، پشتون در کوی سلیمان رای میکنه. کوی سلیمان خود مداخل جغرافیا است، در مداخل افغانستان است. پشتوری رقم زده که از قاره کشیدید، یک قاره افغانستان است، امی قاره آسیا است که افغانستان هم در قاره است.
شما ری رقم زده که از این قاره مکمل کشیدیتان، رایتان گم کردین. تا زدن قارگکی دیده بودین، زدن کشورکی دیده بودیم، زدن منطقی دیده بودیم، زدن قارگکی را نو دیدیم. کی رقم زدتان که از قاره کشیدیتان. بیرارو یک شنیمو مقاومت ها را حمایت کنیمو. هزاره و تاجک و ازبک دسته یکی کنین که پشتونا رو بکشیم. پشتون نگفتاریتان خدا ببینه کلتان بیادرهای ماستین. نکنین ما را آزار ندین، بیادر ماستین. خیر است. ما کدی ناتو خود زدیم، ما در کمر خود بم بسته کردیم، کدی ناتو خود زدیم، ناتو را در فرار رساندیم. خیر است. اونم قصه چی ورستک؟ من قرآن این قصه را باز نکنم. این قصه را که شاید ده دفعه بکنم بازم تکراری نمیشه. مگه یک دانه پشک بود، یک ده 20 دانه موش. خدا کنه که لایف سیاسی نشوه. یک پشک بود 10 دانه 20 دانه موش. خوی موشا هر روز که می آمدن سرخان که جمع میشد، یک روز آمدن 20 تا. جور بخیر شاه جان، جور از بخیر هستی، چی کردی شاه؟ ولی رفتیم تا بالا را گشتیم، خدا را شاه کار پیدا نکردی. نه شاه بکار هستیم باستم تا بالا. خدا بیا خیر از خدا کنه که بگذیدی یا کار را پیدا کنی. سبا میشینن 19 تا. شاه کجاست؟ دیوانه دیگه. ولی او را در پیش روی ما پشک خورد. چی میگی؟ ولی بسیار جگر خونو ما ساخت. ولی خدا بیامردش خود برو قصه خلاص شد. دیگه صبح میشینن که 18 تا. شاه چی کردی؟ هموکه؟ ولی هموکه از پیش ما پشک خورد. بچه چیرش خندی؟ سر روز یک تای ما رو میخوره. بگی یک تصمیم بگیریم، یک کار بکنیم. ولی شاه چطور کنیم؟ هموکم خورد. خب خیر. دیگه صبح میشینه 17 تا. کجاست فلانی؟ پشک خورد. دیگه صبح میشینن 16 تا. کجاست فلانی؟ پشک خورد. بخی بیادر رقمی نمیشه، بیا یک تصمیم بگیره، می رقمی کل ما رو میخورن. خود چی؟ بیا شا پیسه مندازیم، یک زنگوله میخریم، زنگوله را طلا میخریم، زنگوله طلایی در گردن پشک مندازیم که اگر این دفعه سر ما حمله کرد، دوید زنگوله شور بخوره و تکان بخوره و سر صدا کنه و ما فرار کنیم، پراگنده شویم. باش که ادبیات فارسی رو کار بگیریم اینجا، پراگنده شویم. گفت خو سعید خب مگه می کار میکنیم، دمی 28 زنگوله میخریم. گفت چرا امروز؟ گفت بچه شیم سوسیال نامده پیسه نیست، از کجا میشه؟ اگر تو داری پرت باز مکن پیسه سوسیال کمت من میخرم. خب بالاخره پیسه انداز کردن، رفتن زنگوله را خریدن. زنگوله را که خریدن، چی رقم زنگوله را؟ زنگوله را که خریدن پیش از اینکه زنگوله دیگه در دست موشاست، در دست موشا زنگوله است. آمدن یک تظاهرات گرفتن، گفت برارو یک شنیمو مقاومت ها را حمایت کنیمو، دزیدی طالبا حرکت کنیمو. کلایی گفت شاه خدا یارت در دیدارت نفس، جانم است دیوانه بدرنگان. گفت صحیح. خب گوشت آوردن. خب یک شوروای متوطنی، شوروای چاریکاری پخته کردن، متو لوکس، مرچ و نمک و کل چیز هم آوردن. نان مانه که خوردن. گفت بیار زنگوله را در میدان انداخت. گفت والا خب یک زنگوله اگه طلایی خریدیم. گفت چی میکنیم؟ ایره در گردن پشک مندازیم، یک دفعه کشینه میدیم چرا داد؟ نه کارتینی رو دیدین که وقتی یک نفر فکر میکنه از بغلش یک چیزک میبره اینجا، این دیگه قسمت حلقه است، فکر دم داخل حلقه نشته میشه. کارتونی خود زیاد دیدین، من تام پاسانا را کارتونی میدیدم. از این بغل کلی یک نفر تا حلقه میبره اینجا، اونم کل چیزا نشته میشه. یک دفعه از بغل کلی یک از یک دونه فکر بر آمد اینجا نشته شد. گفت خو پیسه خو انداز کردیم، زنگوله را خو خریدیم، کو همون نره که در گردن پشک پرته، ما خب پدرم نمیتونه جراده که برم نزدیکش. گفت برو تو. گفت ما هیچ. او رقم نر پیدا نشد. که زنگوله را در گردن پشک پرته، زنگوله را ما متتاوان شدن در گردن از اینا. حالیم بیا اتحاد کنیم، یک 4 دانه موش از یک منطقه آمده، یک 4 دانه موش از دیگه منطقه، یک 4 دانه کولابی از یک جای جمع شده. چی گپ است؟ بیاین که افغان بزنیم.
کو همون نره که داخل شوه رهبر مسلمین جوانک خودش میگه دیگه مگه اگه چیش ها خو نمیم کلگی میگه خمینی رهبر مسلمینه ما چی بفهم ما چه مسعود بیا ما خوبیه حال تو چی میگی؟ من خبر نمیگم بزرگ تمام مسلمان خمینی است از لحاظ کجاشت مجبور هستم که پاهان پرتم به خاطر که اینترنت ما بیخی مقدار ضعیف است که هیچ صدای صدا میتونه غیر از جاری عبدالعلی یا صاحب صدای کجاست جاری قطر است یا بسیار افغانستان چی دارم من نمیفهم که چقدر دیشب اینترنت لوست کنکشن عبدالعلی صاحب هستیم قطر هستیم قطر است چرا اونجا اینترنت ضعیف شد صدای مرداری جانی؟ من دارم صدای تو نمیفهم اینترنت تمام هستم خوب کار میتونه همین که بیایم با صدا پس پیش میشه خراب میشه از اون خاطر پیشتر درخواست دادی که هم از اینترنت دارم اینجا لاست کنکشن سرخ نشون نه میده اینترنت برای من بسیار صبر شفاف بپین خدای خاموش روشن کنم یک دفعه تو گپ بزن برای من شفاف است اینترنت برای من شفاف است من در لایف بودم اونجا ساتری میکردم این مبهام بالا آورده بودم یک دفعه صدا پس پیش است چون صدا رو پس پیش میگیریم همونطور که معلوم میشه یعنی رقمی است ما که گپ میزنم 5 ثانیه بعد بر تو میرسه اینترنت گندگی کده خب برو خیر امید چیز کو تنهایی پیش ببر که حداقل بتونی گپ بزنی همون گپ های دلته اگه صدا رو داری کجا شدی؟ حالا که درخواستم هیچ قبول نمیکنه درخواستم که میتی قبول نمیشه خب دوستا خیلی شبتان بخیر اینترنت امید که ضعیف است بود انشالله گپ میزنیم کجا رفتی جانی اینترنت ضعیف است بچش دوستا شما صدای مرد دارین فعلا وی پی هم خاموش روشن کردم بازم کار نداد دارین صدا را او مردم هستین در زیر لایف بر ما 168 نفر 132 نفر نشان میده یک تک گم هستین کلتان صدا میایه برتون به نظرم که از این حال صدای ما رو شما شنیدین اموت یک قصه گپ است نه خب بیا تو بالا که سعی کنیم سر تو ترای کنیم چی رقم است خوش آمدی سلامان آقا صاحب شیخ خدای در راوله مننه ژوندی اوسې آقا صاحب ستاسو لایفونه تعقیبوو بیخي دي همیشه راته ژوندی یې خیر اوسې جګره مننه یاره دا د فقیر یو شعر چې دی ولګوي بیخي خوند دی په وکړي دا د فقیر ترانې بیا بیخي خوندورې دي ولې نه په دواړه سترګو دلته یو ترانې پسې ګرځم اوس راڅخه ورکه ده چې زه یې درته پیدا کړم یو وارې هغه بیا بیخي خوندوره ترانه ده